این نوبت هم با افتخار خدمت حجت الاسلام و المسلمین جای تراشیون عزیز و نازنین هستیم و از این بابت خیلی هم خوشحالیم. آقا سلام عرض کردیم. خیلی خوشحالم. سلام علیکم و رحمت الله. مخلص. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. امیدوارم انشالله این ایام پر از خیر و برکت هم برای یکایک ما به خوبی قابل استفاده باشه. الهی آمین انشاءالله، به دعای خیر شما انشاءالله. خب ما حتما یادتون هست که وعده کرده بودیم که سوالاتتون رو در حوزه مسائل تربیتی ارسال بکنیم. ما در واقع توی امروز که الان محضر شما هستیم از خدمت آقا میپرسیم. سوالات زیادی دریافت شده که حالا چند تایش رو آقای حسین زاده عزیز زحمت کشیدن و دسته‌بندی کردن و مقابل من هست. اگر اجازه بدن آقای تراشیون من سوالات شما رو میپرسم که بیشتر از وقتم استفاده بکنیم. خب گفتن توجه به حدود ارتباط نوجوان با محرم و نامحرم از کجا باید شروع بشه و چطور باید آموزش بدیم این موضوع رو؟ بله، قطعا یکی از پرسش هایی که خیلی خانواده ها دارن همینه. یعنی ما هم بیرون زیاد مواجهیم که اصلا بچه همون کی محرم و نامحرم رو بهشون یاد بدیم، چجوری یاد بدیم که بالاخره بچه ها یک مرتبه وقتی به سن بلوغ و تکلیف میرسن نخواهیم بگیم مثلا زندایی به نامحرمه، نمیدونم زنمود به نامحرمه، اونجا شاید یه مقدار شوکه بشن و براشون سخت باشه پذیرشش. ما یه تعبیری داریم میگیم به این چند نکته اگر دقت بشه خیلی میتونه کمک بکنه توی اینکه بچه ها به خوبی بتونن این پذیرش رو داشته باشن. اولین نکته اینه که خودمون ما بزرگترها رعایت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر در ارتباط با نامحرم اون حدود الهی رو، بالاخره نوع پوشش، نوع کلام، اینها رو مراقبت بکنن و گاهی اوقات از همدیگه هم قدردانی بکنن، چون اینا بچه ها بیشتر توجه میکنن. یعنی موقعی مثلا پدر رو کنه به مادر بعد از یک مهمانی که رفتن، خانم من خیلی ممنونم که دیدم تو مهمانی شما هم اجابتون رو خوب رعایت کردین، هم مثلا دیدید نامحرم اونجا حضور داره خیلی بگو بخند و اینا هم نکردید. یعنی خود این توجه رو در بچه ها جلب میکنه که ها مثلا با نامحرم باید حجاب رعایت بشه، بگو بخند نباشه. بعضی وقتا پدر مادر ممکنه از این جنس جمله به هم بگن ولی شاید حواسشون نباشه که جلوی بچه بگن. مثلا حتی شاید ترجیح میدن مثلا موقعی بچه نیست فکر می‌کنن زشت بشه، ولی نه شما هم داریم مثلا جلوی بچه بگیم که اونا، چون میدونیم بچه ها آموزش های غیر مستقیم خیلی بیشتر روشون اثر میگذاره تا من مثلا فرزند خودم رو مقابلم بنشونم هی بخوام این نکات رو بهش متذکر بشم. بلذا به صورت غیر مستقیم، یعنی بچه ها میدونین دریافت های محیطیشون خیلی قویه، به قول امروزی ها سنسوراشون خیلی قویه هست، بله دائم دارن دریافت میکنن. به اتفاق این گاهی مکالمات پدر و مادر رو بچه ها بیشتر توجه میکنن. این گاهی خود پدر مادر ها میگن ما یه صحبتی که میخوایم با هم بکنیم یه کله سومی هم بین ماه، یعنی میاد ببینه مثلا ما داریم چی میگیم. نه این میتونه کمک بکنه. از اون طرف هم همینطور، یعنی موقعی ما دختری داریم پدر از مادر قدردانی میکنه، یه موقعی پسری داریم که باید به اون هم آموزش ارتباط با محرم و نامحرم رو بدیم. اینجا مادر از پدر تشکر بکنه، آقا خیلی ممنون دیدم که مثلا بخواستیم این تو فضایی که خانم‌ها بودن یا الله گفتید اومدید، یا مثلا بگو بخند نکردید، یا دیدم که مثلا ماشاءالله چقدر چشمتون رو مراقبت کردین که به نامحرمی نیفته. یعنی بیان اینها خیلی میتونه کمک بکنه. حالا تو نقطه مقابلش هم من عرض کنم گاهی اوقات مثلا این پدر و مادر تو این زمینه دقت‌های لازم رو ندارن. مثلا خانم دیدی به فلانی چجوری تیکه انداختم همه خندیدن، حالا به یه نامحرم و خب این داریم بابش رو باز میکنیم، بچه ما هم دیگه این رو عیب نمیدونه وقتی ببینه پدرش اینجوری مادرش اونجوری رفتار میکنه، خب حالا هزاری هم بگیم که این خوب نیست، حرومه، نباید این کار انجام بشه.
ولی اون ورش هم خیلی مراقبت بکنیم. حالا من یه نکته دیگه هم بگم. ببینید گاهی اوقات ممکنه ما ناخودآگاه نگاهمون تو محیط‌های بیرونی، خب مثلا جایی میره پشت فرمونی، مثلا یه مردمی یه صدای بوقی اومد، یه نگاهی به چپ راست میندازیم. اینجا هم باید خیلی دقت کنیم که بچه‌ها حواسشون به رفتارهای ما هم هست. پس یک، کلام شروع بکنیم قدردانی کردن. دوم، مدیریت رفتارامون هم باید بهش توجه بکنیم. یعنی موقعی بچه‌ای که تو هم مهمانیه تو ماشین نشسته، دقیقاً داره رفتار پدر و مادر رو رصد میکنه که ببینه در مواجهه با محرم و نامحرم اینو چگونه رفتار میکنن. رفتارهامون رو هم چیکار بکنیم؟ مدیریت بکنیم. یه نکته سومی هم که میتونه باز اینم کمک کار باشه، چون بچه‌ها خصوصا در دوران نوجوانیشون از گروه‌های همسال خودشون خیلی اثر میپذیرن. لذا بچه‌هایی که می‌بینیم بالاخره این نکات رو رعایت میکنن، نه حساسیت و حسادت را هم بر بیانگیزیم و نه خیلی نرم و آرام گاهی اوقات ازشون یه تعریفی بکنیم. ماشاءالله پسر فلانی چقدر چشم پاکه، ماشاءالله دختر فلانی چقدر حیا و حجابش خوبه. یعنی اینا رو گاهی اوقات خیلی کوتاه گویا و قابل فهم برای اضافه کنیم چی؟ مثلا همون فلانی که شما فرمودین مثل تو حواسش به این چیزا هست. بله خوبه. بله. یعنی مثلا بگیم که آقا تو هم اینجوری هستی و من حواسم هست. حالا اینو من می‌خواستم تو نکته 4 عرض بکنم. نکته 4 که توی محرم و نامحرم میتونه خیلی کمک بکنه اینه که ما فرزندان وقتی یک جاهای نقاط مثبتی رو تو این زمینه تو رفتارشون از خودشون بروز میدن، اینم دیده بشه. حالا نه اینی که من عرض کردم ممکن بود نقطه مثبت هم نباشه. بله. ولی یه جوری انگار که یه چیزی که حد در اون مثلا به اندازه 100 نیست، مثلا به اندازه 60% ولی تو به اون بگی نه مثلا تو هم داری رعایت میکنی که هم نسبت به اون شخصی که من دارم مثال میزنم حسادت نکنه، خدا نکرده، همین که بله. نه اینم میتونه اثرگذار باشه، ولی تأکید روی نقاط مثبت بچه‌هام خیلی مهمه. آره این که قطعا. یعنی میدونین اصلا نگاه به نکات مثبت خیلی آدم‌ها رو میتونه تغییر بده. اخیراً در یکی از شبکه‌های تلویزیونی یه مستندی رو پخش میکرد، مستند منبری مشهور مرحوم آقای فلسفی. آقای فلسفی خودشون میفرمودن من اولین باری که برای یک جمعیت منبر رفتم، منبرم که تمام شد یکی وسط جمعیت بلند شد فریاد زد آفرین بر شما. گفت اون آفرینه منو فلسفی کرد. عجب. یعنی تأثیر تشویق. بله. دیدن نقاط مثبت، بیان نقاط مثبت رو ما نباید نادیده بگیریم. من تلاوت میکردم یه زمانی، یه دفعه دهنم پرید که تو تلویزیون، حالا اینجا من حالا نگفته بودم، ولی خب من یه زمانی به صورت حرفه‌ای دنبال میکردم، تلاوت میکردم. بعد شما نمیدونین اون وقتی که مستمع مثلا میگه الله مثلا تشبیه، چقدر آدم انرژی میگیره آیه بعدی رو مثلا بهتر بخونید. اینکه دفعه واقعا همینطوره. یعنی میخوام بگم لذا یه جاهایی ما باید ذره بین برداریم، ویژگی‌های مثبت فرزندمون رو ببینیم. بگیم. البته نمیخوام بگم این دیگه هی تکرارم بشه، شاید دیگه خاصیتش رو از دست بده دیگه. یعنی اینکه سر بزنگاها کجاها ما از اون رفتارهای خوب به عنوان یک فرصت تربیتی استفاده بکنیم. لذا این دیده شدن، بیان کردن میتونه به خوبی اثرات خودش رو بگذاره و میدونیم ما یه قاعده هم در تربیت داریم. من شما وقتی به یک رفتار خوبی توجه میکنید، اون رفتار خوب تقویت میشه، تکرار میشه دوباره. در حوزه محرم و نامحرم هم وقتی ما داریم بحث میکنیم همینه. وقتی دخترم حجاب خوب میگیره، اون اصلا عکسش رو بگیرم با موبایلم، تلفن همراه، اصلا بندازم رو پس زمینه موبایلم، مثلا این موقع نشون بدم به دخترم، میگم فدای توی دختر گلم بشم که اینقدر مثلا مراقب حجابت. خب ببینید این تقویت میشه اون رفتارش. گاهی اوقات پسرم یه رفتار خوب مثلا دیدم نماز داره میخونه، همون لحظه
خدمت شما عرض کنم به جای اینکه ایراد از نماز خوندنش بگم تون میخونی فلان، از خود نماز خوندنش عکس بگیرم، بعد این رو چیکار بکنم؟ تبدیل بکنم به یه فرصت تربیتی که این رفتار در او تقویت بشه. خیلی ممنونم استاد. فکر می‌کنم از همه جهات به این موضوع پرداختین و پاسخ جامعی فرمودین. بزرگوار دیگه پرسیدن امروزه شاید نهی زیادی باعث کاهش اعتماد به نفس میشه در بچه‌ها. راهکار مقابله با این ماجرا چیه؟ بله، اگر این بیننده عزیز و بزرگوارمون برنامه ها رو دنبال کرده باشن، تو خاطرتون باشه ما تو برنامه های اولی که در این فصل از برنامه ها شروع شد موانع ارتباط صحیح رو بیان کردیم. یکیش اتفاقا میگفتیم امر و نهی زیاد. یعنی امر و نهی زیاد نه تنها به عنوان یک ابزار تربیتی نیست، به نوعی آنتی تربیت هم، ضد تربیت هم محسوب میشه. لذا نباید بچه ها رو نهی زیاد یا امر زیاد کرد. ببینید ما گاهی اوقات فکر میکنیم که تربیت مثلا یه دکمه‌ایه که باید مثلا تو بچه‌هام یه فشار بدیم اونی بشه که ما میخواییم. آقای تراشیون، ما گاهی وقتا فکر میکنیم تربیت یه دکمه رو بزنیم بچه اونی میشه که ما میخوایم. اینجا نگه داریم، یه فاصله بگیریم، برگردیم شما فکر کنیم. شما هم فرمودن که اصلا تو جلسات قبلی منم یادم هست که امر و نهی زیاد واقعا نتیجه معکوس میده توی تربیت. تا اینجا رو داشته باشیم، بریم برگردیم ادامه فرمایشات رو درباره پاسخ به این سوال میشنویم. بفرمایید. بله، خیلی ممنونم که دارید برنامه خودتون تماشا میکنید. سوالی پرسیده بودن یکی از بزرگواران که امر و نهی زیاد باعث میشه که بچه‌ها اعتماد به نفسشون از دست بدن، چیکار باید بکنیم برای مقابله با این موضوع؟ جواب فرمودن که ما هم عرض کردیم، این قبلا فرموده بودن که نباید اینطوری باشه، امر و نهی زیاد باشه و ما فکر میکنیم که تربیت مثل یه دکمه است، بزنیم بچه تربیت میشه. اینجوری نیست. حالا توضیح. ولی این تربیت حوصله میخواد، صبر میخواد، هوشمندی میخواد. یعنی پدر و مادر اگر هوشمندانه با فرزندشون مواجه نشن قطعا نمیتونن اون رو تربیتش کنن. ببینید توی تربیت امر و نهی چرا مانع رشد بچه ها میشه؟ چون ما فکر رو از بچه میگیریم، اون رو تبدیلش میکنیم به یک رباتی که بخواد با دستورات ما پیش بره، فرمان برداری بکنه. و همین هم هست که اعتماد به نفسش میاد پایین. اعتماد به نفس یعنی چی؟ یعنی باور داشتن توانمندی های خدادادی. خداوند به ما یه توانمندی هایی رو داده، ما باید اینو به منصه ظهور برسونیم، اینا رو بیاریم در حرکاتمون، کلماتمون، رفتارمون تجلی بدیم. امر و نهی مانع میشه، نمیذاره ما از توانمندی خودمون استفاده کنیم، هی گوشمون به فرمان یکی دیگه. یعنی بچه‌هایی که زیاد امر و نهی میشن اگر بخوایم تشبیهشون بکنیم بعد بگیم اینا تبدیل به یه دستگاه میشن، یه ربات میشن، نه یه انسانی که خودش بتونه تصمیم بگیره، خودش اجرا بکنه، خوب و بد رو بفهمه. اعتماد به نفس این کمک ها رو میکنه. لذا یه جمله من جسارتا میخوام به پدر و مادرها بگم، اصلا پدر و مادرایی که زیاد امر و نهی میکنن یعنی توانایی تربیت بچهشون رو ندارن. اینو به این سنگ محک. تربیت یعنی این که ما بچه رو به تعبیری روشنش کنیم، خودش حرکت کنیم، بکسلش نکنیم. امر و نهی کردن یعنی بکسل کردن، یعنی از ظرفیت او دیگه استفاده نمی کنیم، فقط میکشیمش دنبال خودمون، خودکار انجام بدیم. اما برای اینکه بچه‌ها وابستگیشون رو به خودمون کم بکنیم باید چی کار بکنیم؟ اگر بخوایم اعتماد به نفسشون رو بالا ببریم باید چی کار بکنیم؟ ببین اولین نکته اینه که ما کارهای بچه‌ها رو اجازه بدیم خودشون انجام بدن. یه جا ممکنه یه خطایی هم بکنه، مثلا دیدین گاهی اوقات بچه بشقاب غذا مقابلشه داره غذاشو میخوره، حالا ممکنه یکم ریخت و پاش هم بکنه، میخواد مثلا گوشت مرغ از استخونش جدا بکنه، شاید اونجوری که ما میلمونه نمیتونه انجام، سریع بشقابش رو میکشیم جلومون میگیم بذار من برات درستش کنم. خب بابا این داری اعتماد به نفسش رو ازش میگیری، دفعه بعدم تو بشقاب جلوش میذاری هولش میده جلو خودت، میگی این اول درستش کن، بذار بلا یکم خرابکاری هم میکنه، یکم برنج رو دور بشقاب هم میریزه، توی سفره هم میریزه، نگران نباشیم. اینا مراحل رشده، مراحلیه که فرد رشد میکنه.
اون حکایت اون پادشاه بودش که من درس زندگی رو از یک مورچه گرفتم که از صخره بالا میرفت میافتاد بارها این رفت بالا و افتاد، ولی باز کار خودش رو ادامه داد تا تونست اون صخره رو طی بکنه، اون سنگ رو طی بکنه. ما بچه‌هامون هم توانمندی رو دارن دیگه، دور از جان یا مورچه که کمتر نیستن. خب بار اول نتونه دوم، بار دوم نتونه پنجم، بار پنجم نتونه بار دهم که میتونه. ما باید صبر و حوصله داشته باشیم. پس اگر اعتماد به نفس بچه‌هامون رو می‌خوایم تقویت کنیم، بذاریم کاراشون رو خودشون انجام. بچه مثلا دولا شده داره کفشش رو میپوشه، حالا ما هم عجله داریم، بیا نمیخواد تو بپوشی، بیا من پات کنم. خب یعنی این که من از ظرفیت درونی رو استفاده نمی‌کنم، دارم وابسته به خودم می‌کنم، روز اعتماد به نفسش میاد پایین. پس یک مسئولیت بدیم به بچه‌ها. برای اینکه بچه‌ها اعتماد به نفسشون بالا بره، همین امر و نهی رو قرار شده حذف بکنیم. نکته دوم. نکته سوم، اجازه بدیم تو گروه‌های همسالشون بیشتر باشن. بچه‌ها وقتی تو گروه‌های همسالن از ظرفیت‌های خودشون بهتر استفاده می‌کنن. مثلا شما حساب بکنید مثلا یه خانم جوان وقتی کنار یه خانم جا افتاده مسنی قرار میگیره، جرئت نمیکنه هر حرفی رو بزنه. چرا؟ چون میگه او تجربه نکنه من یه حرف بزنم اشتباه. ولی وقتی یه گرده همسنای خودشو شروع میکنه صحبت کردن، اظهار نظر کردن، یعنی به نوعی از ظرفیت‌های خودش بهتر میتونه استفاده کنه. دیدین گاهی اوقات مثلا خانم‌های جوان یا پسرای جوان میان مثلا ما داریم آشپزی میکنیم یا رانندگی میکنیم، مثلا یه فرد با تجربه کنارم نشسته باشه، خرابکاریامون بیشتره انگار. بله. چرا؟ چون هی نگرانیم، یعنی بیش از اینکه به ظرفیت خودمون متکی باشیم، هی میخوایم ببینیم او اظهار نظر چطور میکنه، لذا کارمون خراب میشه. بچه‌هام همینجورن، هی ما نباید بالا سرشون باشیم. اگرم قرار نظارتی باشه، اگرم قرار مراقبتی باشه، باید یه مراقبت و هوشمندانه از راه دور باشه. اجازه بدیم اینا تو جمع‌های همسالانشون قرار بگیرن، فعالیت کنن. اینم میبینیم که اعتماد به نفس رو تقویت. خیلی ممنونم استاد، دست شما درد نکنه. گفتن آیا شکایت مادر از فرزند در حضور پدر کار صحیحیه یا اشتباهه؟ قطعا شکایت بری کار خوبی نیست. یعنی ما اینو دایرش رو وسیع باید قرار بدیم. یعنی حتی معلم نباید از دانش آموز جلوی پدر و مادر شکایت، این بچه شما درس نمیخونه فلان. خب میدونی اصلاح نمیکنه کار رو. نه ببین، یه وقتی من برداشتم از این سوال اینجوریه که مادر به پدر شکایت بچه رو نمیبره ها، پدر حضور داره ولی به بچهش داره میگه چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی. اونم خوب نیست. بله. حالا من به نظرم میادش که اصلا گاهی اوقات پدر و مادر اینو به عنوان ابزار استفاده میکنن. شکایت بری که بچه این کارو میکنی، حالا بابات بیاد بهش میگم. این میخوایم بگیم خطاه. یعنی ما یکی رو از یه چیزی بترسونیم، از یه کسی بترسونیم، این اصلا ابزار خوبی. از معلم بترسونیم، از پدر بترسونیم، از مادر بترسونیم، از لولو بترسونیم، از هر چی خوب نیست، نباید ترسون. این شکایت بریه. خب میبینید ترس رو ایجاد میکنه. الان جلو بابا مثلا از من بدیم رو بگه، بابا نکنه منو بزنه، داد بزنه سرم. خب ببینید این خوب نیست. ما پدر بتر دیدین گاهی اوقات تو خونم انگار تقسیم نقش هم گاهی اوقات پدر مادرام میکنن. مثلا مادر فرشته مهربون، بابام مثلا همون لولوه. بله بخت النصره مثلا بشه. ما میگیم غلطه. پدر و مادر باید هم اهل محبت کردن باشن، هم اقتدار تربیتی داشته باشن، هم یه جای نیاز داشته باشه به بچه‌شون یه تشری بزنن یه جای اشتباه. هر جفتشون. مادر نباید برای خودش جلوه مهربانانه درست بکنه هی بچه را پدر بترسه. این تا یه جای برد داره. بچه اتفاقی میفته فرزندان ما پدرهاشون دور میشن، دیگه ارتباط نمیگیرن با پدر، در حالی که ما در تربیت هرچی بچه ها میرن جلوتر نقش پررنگ پدر رو بیشتر مورد نیازمونه و این شکایت برای این آسیب رو داره. بلکه من همیشه میگم هنر ما پدر و مادر رو باید این باشه. الان من پدر با بچم با یه مشکلی برمیخورم، خودم توانایی حلش رو داشته باشم. هی مادرش رو صدا نکنم بیا ببین زن مثلا این بچه داره چی کار میکنه، اینو نگم. یا از اون برم همینطور. و خانوم اینجوری نباشه که توانایی خودش رو نادیده بگیره بخاطر همش از ظرفیت پدر مایه بذاره برای این موضوع. نه، خودمون مسئله رو حلش کنیم. این بچه مشکل داره،
اگر نتونیم حلش کنیم بدیم ناتوانی تربیتی داریم، باید بریم یا با مطالعه یا مشورت گرفتن یا حتی فکر کردن یا موقع تحلیل کردن اینا رو بهش برسیم. خیلی هم عالی. گفتن علاقه به حفظ قرآن در کودک چطور باید ایجاد بشه؟ ببینید چند تا نکته وجود داره. اول اینکه ما باید در سن مناسب بچه‌ها رو به سمت حفظ قرآن سوق بدیم، یعنی اینو باید خیلی دقت بکنیم. حالا اینا دیگه باید خود کارشناسانش بیان درباره‌اش صحبت بکنن که سن مناسب برای حفظ قرآن و اینها چه مثلا سنی میتونه باشه. نکته دومی که وجود داره حضور در محافل قرآنی، مجالس قرآنی تو بچه‌ها ایجاد انگیزه میکنه، خصوصا محافل و مجالسی که بچه‌های از سن بچه‌های خود ما اونجا داره ازشون استفاده میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که بعد در محیط‌های خانه فرهنگ قرآنی هم جاری و ساری باشه، یعنی تو خونه که فرزندان میبینن مادر قرآن میخونه، پدر قرآن میخونه، اصلا یه جلسات و محافل خانگی قرآنی وجود داره. گاهی اوقات اعضای خانه دور همدیگه جمع میشن، یه صفحه قرآن، نیم صفحه قرآن با همدیگه میخونن، گاهی اوقات حتی محفوظاتشون رو با هم دیگه مرور میکنن، مثلا سوره توحید رو بخون پسر گلم، یا مثلا مادر سوره الرحمن رو بلده، پدر سوره دیگری از قرآن رو بلده. خود این خوندن ها میتونه زمینه‌ای رو ایجاد کنه که این فرهنگ قرآنی در محیط خانه شکل بگیره. یه نکته آخری را هم من میخوام عرض بکنم، شاید اینم مهم باشه، و اون اینه که ما تو بحث علاقه‌مندسازی بچه‌ها به فرهنگ قرآنی یه جای خوبه که از داستان‌های قرآنی هم به خوبی استفاده کنیم. شما میدونید که ما بیش از 300 داستان قرآنی داریم. خب اینها رو متناسب با سن فرزند، یه موقع فرزندم 10 ساله است متناسب با سن، یه موقع نوجوان متناسب، یعنی متناسب با هر سن، بله دخترانه، پسرانه، اینا رو بله بیان بکنیم. یه موقع هم نه، بلکه داستان‌ها واقعا عمومیه، برای همه هست، اونا رو بیان بکنیم برای بچه‌ها. خود این علاقه‌مندی و کنجکاوی رو در بچه‌ها شکل میده که بیشتر به سمت و سوی قرآن سوق پیدا بکنه. حضور ذهن دارین الان کتاب داستان‌های قرآنی مثلا متناسب با کودکان، نوجوانان و اینا؟ ببینید مجموعه کتاب‌های تحت عنوان قصص قرآنی الان هست، اصلا نویسنده‌های متعددی هم این رو نوشتن که میشه استفاده کرد. حالا یکی از انتشاراتم حالا باید روش تأمل بکنم، ولی کتابچه هایی رو تحت عنوان قصه های قرآنی چاپ کردن متناسب با گروه مثلا بچه های دبستانی که اونم قصه های خیلی خوبیه، مصور هست، داستان رو پردازش کردن متناسب با اون گروه سنی. اینا میتونه انشالله اون علاقه‌مندی رو در بچه ها شکل بده. خیلی ممنونم آقای تراشیون عزیز. بزرگوارین لطفا. ما 4 تا سوال تونستیم مطرح بکنیم و حجم سوالات خیلی زیاده. اشکال نداره هفته آینده رو اختصاص بدیم؟ نه در خدمتی. آره دیگه. بزرگوارین. مردم ما رو تحویل میگیرن، تماشا میکنن، میشینن پای برنامه. حداقل به نظر من حداقل کاری که میتونیم براشون بکنیم سوالاتشون رو مطرح بکنیم اگر شما صلاح بدید. نه در خدمت. مخلص شما هستم. خیلی ممنونم. بزرگوارین لطف دارین، التماس محبت داریم، محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون تماشا کردید. 3720 بازم سوالاتون رو میتونید ارسال بفرمایید. ضمن که 162 شماره روابط عمومی سازمان هم اونجا میتونید اظهار نظر بفرمایید درباره آنچه که از قاب یاد خدا دریافت میکنید. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا. یا حق. خداحافظ.